بعضی از مردم میگن که آمریکا و اسرائیل امر کنه به ایران بگیره بهتر از آن که روافض باشه. نه برادر عزیز، چنین نیست. من نمیگم که روافض خوب هستن، روافض خیلی بدن، خیلی جنایتکارن، صدها عالم در زندانها کشتن، به نامهای مختلف اعدام کردن و دوال زدن. من اینا همه قبول دارم، ولی ای که آمریکا و اسرائیل بیای بهتر بشه، نه. آنها دشمن بدتری است، دشمن خطرناکتری است که به اساس قوم، به اساس نژاد یکسره با هم در افتاده باشیم. مثل که کشورهای عربی اونا رو تکه تکه کرده، هر کدامشون یک شهر است، یک ولایت، یک بستان، یک کشور درست کرده. وقتی که اینا با هم بودن، پدر آمریکا و اسرائیل نمیتوانست سر با آنها شب نگاه کنه. همین کار بالای افغانستان میکنه، بالای ایران میکنه که با اساس قوم، با اساس نژاد یکسره با هم در افتاده باشیم.